غذای دلم تازه آلدیم سوار ماشین بشه. حالا چرا اینو میگه؟ چون امروز میخوایم بریم ارزونترین و گرونترین برگر شهر رو امتحان کنیم و ببینیم واقعا اون گرونتره ارزشش بیشتره یا همون خوش قیمتی که رو جمع میکنه. بریم که داشته باشیم. سلام به بچه‌های عزیزتون. سلام بچه‌ها، به این ویدیو خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم بریم همبرگر بخوریم. خیلی جالبه. آقا معیار شما برای یه همبرگر دلچسبیه؟ معیار ما با همبرگر چطوری خوشمزه باشه؟ خوشمزه، اندازه مناسب خوش‌دست، یه متریالی باشه، گوشت سگ گربه‌اش کمتر باشه. اوکی. متریال مهم نیست. آقا به نظر تو قیمت همیشه تعیین کننده کیفیته؟ بریم سر ادامه داستان. اولین همبرگر ما هواپیماه. نظرت چیه؟ پیمان که ما همیشه مشتری شدیم دیگه. فکر کنم یه همبرگر عادی 90 تومن یا 95 هزینه‌اش بشه. حالا فاکتور رو میاریم. یه چیزی میده که هم دلدرد میگیری هم واقعا کیفیت مطلوبی داره. حاجی من هر سری که پیمان خوردم برخلاف ساندویچ‌های دیگه تو هم قیمت دلدرد نگرفتم. سلام. آقا سفارش دادم 8 دقیقه دیگه آماده میشه. همبرگر مشتی خوش قیمت دلدرد هم نمیگیریم شب آقا. خوشحالی آقا مهدی؟ ساندویچ گرم، نون داغ، کباب داغ، خلاصه اشغال دیگه. نه خوشحال نیستم. خسته ایه بچه آقا مهدی رو از خواب پاییزی بیدار کردیم. خسته بود نمیخواست بیاد ولی خب انقدر شلوغه خدا کیفیتش گرفت. میریم برای تستش. حالا بریم تست میکنیم. این همون همبرگر 90 چند شده؟ آقا این 95,000 تومنه و به نظرم کیفیت خوبی داره. بازش کن بیا جلو. آنباکسینگ ساندویچ. حالا با توجه به اینجا قیمت این داستانا محتویات رو ببینیم با هم. ظرف مال منه. گوشت و سس کلم کویچه مخصوص خلاصه یه برگر کاتوکولو و خلاصه من بعد دیگه میرم صورت اینجا دیگه چه فرقی میکنه؟ آره دیگه خلاص دوش زویی است. ببر سنتون میکنم. مثلا تیکه مثلا بگیش دیگه شده دیگه چه بود؟ یه تیکه رو بدید داجیتون. بچه من این پشتم مرسی هیچ گوشتی نداره. چرا گیر آوردی منو؟ مهدی داداش زمینه گربه با داداش. پیام مال پیامو نگو. آقا یه جا بیشتر بده خدایی. به نظر کیفیت متریال خود برگر عالیه. نسبت به قیمت هر چقدر پولی آش میکنه ولی از آش خوردن بیشتر فراتره. خیلی عالیه. انتظار نمیشه داشت ولی خیلی خوبه. بچه‌ها ساندویچ همه تقریبا خوردیم. چیز خوشمزه دیگه. هم اندازش واسه یک نفر بد شده. مثلا یک نفر میتونه دو تا میتونه بخوره. ولی مزهش به نسبت قیمتی که داره 90 تومن خوبه. نظر من 95. خلاص ما همبرگر رو خوردیم کیفیت مناسبی داشت به نسبت و به قیمتش کیفیت خوبی داشت. به نظر اون همبرگر گرونتره میتونه در مقابل این واقعا نسبت ارزش به کیفیت و کارایی میتونه ببینیم. آقا بریم ببینیم دیگه واقعا آیا چیزی که گرونتره میتونه بهتر باشه در حد برگر 95,000 تومانی واقعا برگر خوبی. بعد دلدردم نمیگیریم آقا. سریعتر میخوام ببرمت گرونترین برگر قایم. بریم سریعتر بریم که داشته باشیم. سلام عزیزای عزیزم. نه موبایلم. بچه‌ها نشستیم تو ماشین یه دست تکون بدید. آقا مهدی دست تکون. یکم نور کمه ولی خلاص آره این سینی قراره که هر ساندویچی که امروز میخوریم از فیلترهای این سینی رد بشه. اگه خفن باشه سینی بچه‌ها دارم میریم طرف کافه بارسا که گرونترین ساندویچ شهر. بچه‌ها ساندویچ معمولیشون یعنی هیچی نداره 200,000 تومان. عادی ترین مدل ساندویچ کلاسیک معمولا بهش میگن. حالا مهدی رو تو اینور کن پسر.
آره درسته. پیام کاتاف بزن و چال کنن. حرف آقایلی حجت تمام. خب آقا مهدی اومدیم کافه والسا ولی کافه والسا گرونتری چطوره دیگه؟ گرونترین همبرگر ببین اصلا ارزش داره یا نه. حدودا یه همبرگر کلاسیک معمولی 200,000 تومان مایه میخوره. آب میخوره، مایه میخوره چلو. خب پیام سلام. رسیدیم کافه والسا میخوریم سفارش بدید دیگه. خب آقا یونس ساندویچ رسید. مهدی تستش کن. اسلویس اولو بردار. بخون. سلام بچه ها، کافه والسا گرونترین برگرشون رو تست. ریدی خب بچه اومدیم برگر ارزونش رو گرفتیم تست کردیم. اومدیم گرون امروز خودمون تست کنیم. 250 تومن فکر کنم قیمتش باشه برگر کلاسیک. بعد الان اومدیم تست کنیم دیگه. خیلی مؤدبانه، خیلی شیک. آقا باز اول کی میزنه؟ آقا مهدی. فهمید آقا مهدی برو. آقا این سه مدل سس دادن خیلی شیک. سون من بخورشون مشکل نداره. من میخورم. خیلی بخوش. فیلم نگیر از من. میشه جون. سوس بزنه. سسش ببین. چطوره؟ خوبه؟ قابلی بزن. جدی؟ اینو بگیر از من فیلم بگیر. قابلی خوشمزه این از خوش کرد. معمولیه نه؟ اون بهتر بود این بدن. این بزن. اثر کنیم میشه. سوس بود. خوبه؟ بچه ها به صورت کلی اگه بخوام یه نمره بدم، من به قبلی از 10 نمره 8 رو میدم. اونم بخاطر حالا قیمت خوب و در کنار کارایی که داشت. این یکی مدلی داستانش که 155,000 تومان تقریبا گرونتره، مزهش بهتره ولی نه 150 تومان بیشتر. این چی میگم؟ آره به نسبت قیمتش ولی خب قیمتی این داستانم که برگرش نسبت به قیمتش کیفیت خوبی داره. 150 گرونتر قایلی فراموش کرده بود. نسبت جاش هم با کلاس با صفای. بعد جاش خیلی با صفای با کلاس. پول جاشه پول جاش هم میگیرن دیگه. این داخل شهرتر اون داخل بیرون شهر. آره. بعد خیلی هم خوبه. همراه برگر دورچین سیب زمینی و سالاد هم میذارن با 3 نوع سس متفاوت. سالاد داشتم تست میکنم چه بود که این چیز روبانه رو بخور. نسبت به قیمت نسبت به جا و کلاسش خیلی خوبه. تو سالادشو بزنه چه دوست نمیزنم از من خودم. مزه سسش خداست. جدی؟ این سس رو روی نون پنیر هم بزنی خوشمزه میشه. بهتون قول میدم. عجیب. آقا بیشتر از این نمیخوام ادامه بدم، فقط میخوام برگر رو بخوریم و یه جنبندی داشته باشیم. بچه‌ها ما رفتیم دو تا ساندویچ خوردیم از جای مختلف، یعنی حالا ارزون‌ترین و گرون‌ترین برگر اول عمو پیمان حدودا 95,000 تومان هزینه شد براش، کیفیت خوبی داشت. بعد اینکه خوشمزه بود دیگه، خلاصه یه چیز جمع و جور قیمت مناسب، یعنی تو احساس نمی‌کردی چیزی رو از دست دادی. ولی خب اصلا یه سری بدی‌ها داشت. یکم از داخل شهر دور بود مسیرش، چون حالا خواهیم شهریم داخل شهر و اینا داریم، رفت آمد یکم سخت‌تر بود. بعد اینکه به صورت اکثرا بیرون بر بود، حالا دو سه تا میصندلی داخلش بود ولی یکم سختی خودش رو داشت دیگه، بعد میبود حالا بیرون کیفیتش واقعا کیفیت آره نسبت به قیمتش کیفیت مناسبی داشت. واقعا کیفیت خوب داشت.
یه متریال راننده پیام گوشت متریال گوشت واقعا عالی بود پیمان بعد واقعا از نظر مرغای کیفیتی ورزشی من هر چقدر بگم صحبت میکنه واقعا بابا. از نظر کیفیتی هر چقدر بگم هم گفتم واقعا پیمان عالی بود مهم غذا زیاد خشک نباشه پیمان خشک هست ولی بالسا واقعا خشک بود ولی خب یعنی چه خوش چیه خوش- بچه خوش. برداشت بد میکنن آقا خلاصه یه بالسا از دهن تو ببرن فنگ می‌زنم. ببینید اگه واسه شما جا مهمه بالسا بهتر خب اگر واسه شما جوری راه و نمی‌دونم واسه تو مهم نیست به نظر من پیمان بهتر هم مزدش بهتر هم قیمتش بهتر بچه ها بالسا در کل متریال بهتری داشت اون ظاهر همبرگری که وقتی حالا نگاه میکردیم معلوم بود گوشتش گوشتر حالا خیلی با سنگدون و اینا مثل که در ارتباط نمونه خدا رو شکر ولی داستان اینه که بیشتر پول دیزاینشو یعنی دیزاین اون کافه‌ای که داشت رو میگرفت حالا کارکنایی که داشت سینی که به ما تحویل داد و دورچین دورورش و این داستانا و اینکه 155,000 تومان تقریبا گرونتر بود کیفیتش خب تقریبا میشه گفت یک کمی بهتر از پیمان بود حالا ولی در کل گرونتره حالا و آقایان چیزی تو- نیست که همیشه برام بخورم حالا آقایان تو بین بالسا و نه. پیمان کدوم از انتخاب نظر قیمتی من خودم من کلا باشم الان تو الان می‌خوای برگر بخوری کدوم بخوری پیمان تو بیشک چی؟ پیمان من پیمان واقعا عالی اونو بود. میشه مثلا یه جایی که مثلا شاید قرار سه دیت داره. مهم داشته باشی یا چه میدونم جای خوب بخوای بری بالسا گزینه خوبیه با قیمت بیشتر ولی خب در کل مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید نه. خیلی ممنونم لطف کردید. باز معذرت پرحرفی شد و این داستانا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه که مخلص. باعث دلگرمیه مرسی از همراهی خدافظی خدا به